امروز درباره یکی از موضوعهای خیلی مشکل و دشواری اسم در زبان روسی صحبت میکنیم که این موضوع پدیج است. پدیج یعنی حالت یا مورد استفاده اسمها چگونه روی شکل آنها تأثیر میرساند، یعنی باعث تغییر شکل اسمها به خصوص آخر اسمها می شود. این را پدیج را در زبان خودمان حالت یا مورد می شود گفت و به خاطری که این موضوع را ما درک بکنیم من چند مثال آوردم، اما قبل از اینکه به این مثال ها بپردازم گفتنی هستم که من در همه این کلمه های زبان روسی زده را گذاشتم که در کدام هجایشان می افتد، به خاطری که شما درست تلفظ کردن این کلمه ها را یاد بگیرید و در یادتان نگه بدارید. یک بار دیگر یادآور میشم که زده در بالای هر هجای بیفتد آن هجا نسبت به هجاهای دیگری کلمه بلندتر تلفظ می شود. حالا این جمله ها را با هم می بینیم. اینجا من یک جمله آوردم، کمربند دارید. خوب تصور کنیم که گپ درباره کمربند است که یک ورزشکار یا یک ورزشگر در بازی های تکواندو بریده است و گپ درباره همین است. خب کمربند دارید و ترجمهش میکنیم به زبان روسی می شود پویس پروالس. کمربند ترجمهش چی می شود؟ پویس و پروالس یعنی دارید. خوب جمله دوم را میبینیم که میگوید رنگ کمربند سیاه است. به روسی این جمله می شود سویت پویس چورنی. اکنون استفاده کلمه پویس رو در این جمله دوم میبینیم که با کلمه پویس در این جمله دوم یک حرف ا افزوده شده است. این حرف ا رو در زبان روسی در همین حالت اوکانچانیه میگویند که اوکانچانیه نوشته می شود، اکانچانیه تلفظ می شود. معناش یا آخری کلمه یا پایانه میگوییم. ما این رو اکانچانیه رو پایانه میگوییم، یعنی پایان کلمه، آخری کلمه. خوب جمله سوم رو میبینیم. نشان را به کمربند بستم. یا привязал значок к поясу. اینجا هم که میبینید کلمه پویس در آخرش یک حرفی او گرفته است که این را هم اکانچانیه میگویند در زبان روسی که به زبان خودمان گفته میشود پایانه و حرفی که همون با است. من کمربند را دیدم. این جمله دیگر است. به زبان روسی می شود یا ویدل پویس. در اینجا میبینید که کلمه پویس هیچ تغییری نکرده است، مثل جمله اول بدون تغییر اینجا مانده است، یعنی در آخرش هیچ حرف اضافه نشده است. یا جمله دیگر را اینجا میبینیم، میگوید که شلوار را با کمربند بستم. یا завязал брюки поясом. اینجا کلمه پویس رو که میبینید دو حرف دیگر به آن افزوده شده، همون پایانه است این هم و به زبان روسی گفتیم اکانچانی می شود، یعنی در این حالت این دو حرف رو کلمه پویس به خود گرفته است. و جمله دیگر رو میبینیم پدرم درباره کمربند نقل کرد که به زبان روسی می شود отец рассказал о поясе. در این جمله هم در آخری کلمه پویس یک تا حرفی ا چی شده است؟ اضافه شده است که این هم پایانه است، یعنی اکانچانیه است و او ترجمهش می شود درباره. هدف چی است؟ هدف این بود که من برایتان نشان بدهم که وابسته به حالت استفاده کلمه پویس رو ببینید که شکلش چگونه تغییر یافته است، یعنی آخرش
اینجا ا گرفته است، اینجا او گرفته است، اینجا ام گرفته است و اینجا ا گرفته است و در جمله اول و در جمله چهارم به تغییر است. انا همین موضوع تغییر یافتن آخر اسم ها در زبان روسی را وابسته به حالت استفاده شان یا وابسته به مورد استفاده شان پدیج میگویند. و این موضوع ببینید که چقدر شما باید یاد بگیرید که در کدام حالت مثلا این شکل رو استفاده میکنید، در کدام حالت این رو استفاده میکنید، در کدام حالت مثلا این شکل رو و در کدام حالت این شکل رو استفاده میکنید. در زبان خودمون ببینید که کمربند در همه این حالت ها شکلش هیچ تغییر نمیکند، به استثنای اینجا که یک پسوندی چی میگیرد؟ را میگیرد. شکلش در زبان خود ما تغییر نمیکند. در زبان ما کلمه ها وابسته به حالت یا مورد استفاده تقریبا که تغییر نمیکنند. در زبان روسی تغییر میکنند و این برای ما فارسی زبان ها، برای تاجیک ها مشکل است که یاد بگیریم این را در زبان روسی. و گفتنی هستم که تغییر اسم ها در آخرشان یا تغییر آخر اسم ها از طرف دیگر وابسته به این هم هست که این کلمه ها جنسیتشان کدام است. آیا جنسیتشان مردانه است؟ آیا جنسیتشان زنانه است؟ آیا جنسیتشان خنثی است؟ وابسته به جنسیت هم این آخری اسم ها می تواند فرق کند. یعنی مثلا در کلمه پایس اسم جنسیتی مردانه است و این شکل را مثلا در 6 حالت اینجا آوردیم. اسم های جنسیتی زنانه هم همین گونه آخرشان تغییر میکند. اسم های جنسیتی خنثی هم آخرشان تغییر میکند و شکل تغییری اسم های مثلا جنسیتی زنانه در آخر از تغییر آخری اسم های جنسیتی مردانه باز فرق میکند. از جنسیتی خنثی از جنسیتی زنانه فرق میکند. برای همین این موضوع خیلی از موضوع های مشکل است و اگر یاد بگیرید به تدریج این بعد آسان می شود، چنان آسان می شود که مثل زبان خودتان دیگه عادی می شود. این موضوع تنها باید تمرین کنید و تکرار کنید و تکرار کنید و در یادتان بگیرید و هر دفعه وقتی که یک کلمه رو استفاده میکنید، یک اسم رو استفاده میکنید، فکر کنید که مثلا چگونه اون رو میشود مطابق به پدیش ها یا حالت های استفاده آخرش رو تعیین کرد. یعنی چی آخرش چی میشود. مثلا در 6 موردی که در زبان روسی این کلمه یا این اسم استفاده می شود. و حالا آنچه را که من در اون مثال ها آوردم اینجا در یک جدول برایتان آوردم که توضیح برایتان بدهم که به صورت مختصر درباره این حالت هایی که در زبان روسی وجود دارد. در زبان روسی 6 حالتی استفاده کلمه ها وجود دارد که حالت اول رو اینجا که میبینیم ایمینیتیلنی میگویند، حالت دوم رو ردیتیلنی میگویند، حالت سوم رو داتیلنی میگویند، حالت چهارم رو وینیتیلنی میگویند، حالت پنجم رو تواریتیلنی میگویند و حالت ششم رو پریدلوژنی میگویند. پدیش ها رو در زبان خودمون گفتیم که حالت میگویند. این پدیش ها سوال های دارن که به همین ها تعلق دارن. مثلا ایمینیتیلنی پدیش وقتی که استفاده می شود اون اسم باید به سوال های کی یا چی جواب دهد که می شود کتو و شتو. کتو
یا شتو پویس مثلا گفتیم. یا در این حالت دومش که ردیتل گفتیم، این را حالت مالکیت میگویند ترجمهش، یعنی وابسته به کی است همین کلمه. مثلا ما گفتیم цвет пояса черный، یعنی цвет чего، اینجا سوال هاش است. цвет чего، цвет пояса یعنی رنگی چی، رنگی کمربند، یعنی цвет чего، цвет пояса میگوید، یعنی سوالش چی میشود؟ چیو. یا اینجا داتلنی هست، پدیج دیگر که آن را در زبان خودی ما حالت مفعولی غیر مستقیم ترجمه کردند و این پدیج داتلنی سوالهایش چی میشد؟ کمو، چیمو، مثلا با کی و با چی سوالهایش. مثلا در اون جمله قبلی ما خوندیم که نشان را با کمربند بستم. نشان را با چی بستم؟ با کمربند. привязал к чему، سوالش میشد к чему، جوابش میشد поясу. ببینید آخرش آ گرفته است. یا این پدیج دیگر یا حالت دیگر که می شود حالتی مفعولی مستقیم. اینجا ما دیدیم که عمل به چی؟ به همون کمربند تاثیر رسانده است در این مفعولی غیر مستقیم. در مفعولی مستقیم هم می بینیم که به چی تاثیر می رساند، اما به واسطه بیوسته یعنی مستقیم ما چی رو میبینیم؟ من کمربند رو دیدم گفته است. اگر سوال کنید یا ویدیل شتو، یا ویدیل پویس، سوال هایی که وابسته به این پدیج است شتو و کاو است. شتو یعنی چی و کاو کی رو. شتو چی یا چی رو، کاو کی رو و پویس می شود. یا این تواریتلنی میگویند این حالت دیگرش رو، حالتی تواریتلنی رو یا پدیج تواریتلنی رو، حالتی تواریتلنی رو ترجمه کردن حالتی ابزاری. یعنی اینجا اسم به عنوان چی استفاده می شود؟ به عنوان ابزار، یعنی چیزی که به واسطه اون یک کار انجام می دهید. این ابزار میگویند در زبان خودمان، یعنی ابزار یعنی اسباب. و سوالهای این می شود با کی و با چی. میگوید که من در اون جمله قبلی اگر یادتون باشد، من شلوار رو یا شلوارم رو با کمربند، یعنی با چی؟ با کمربند بستم. یا завязал мои брюки چی؟ поясом، یعنی چم поясом گفته است به زبان روسی. و این حالت آخری است که این حالت رو پردلوژنی میگویند، حالت اضافه میگویند در زبان فارسی. و این به سوالهای اکم، اچم، درباره کی و درباره چی سوالهایش می شود. جواب می دهد پدرم درباره چی نقل کردن؟ پدرم درباره کمربند نقل کردن. اون جمله قبلی باید باشد. отец рассказал о чем، اینجا سوال است. پدرم یا پدر درباره چی نقل کرد؟ پدر درباره کمربند نقل کرد. отец рассказал о чем о поясе. ببینید که اینجا چی شکلش تغییر یافته است. آن همین جدول حالت‌ها یا پدیش‌ها در زبان روسی است. نام اینها را از یاد کنید.
именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный ва саволҳое ки мутааллиқ ба инҳо ҳастанд. Кто, что, кого, чего, кому, чему, что, кого, кем, чем, о ком, о чём, ки ман тарҷумаашонам баротон гуфтам. аз ёд кунед инҳоро ва дар дарси баъдӣ ман дар бораи ҳар кадоме аз ин ҳолатҳо бароятон мисол меорам ва боз тавзеҳ медиҳам. умедворам боз бештар дар ин бора суҳбат бикунем, то ин ки шумо тарзи тағйири исмҳои ҷинсияти занона, исмҳои ҷинсияти хунсоро ҳам ёд бигиред. ва ин мисоле ки имрӯз мо истифода кардем, калимаи пояс, ин исми ҷинсияти мардона буд ва аксарияти исмҳои ҷинсияти мардона ба ҳамин шакл тағйир мекунанд. масалан агар ба ҷои пояс фарз кардем стол агар монем, масалан миз, он ҳам ҳамин хел мешавад: стол, стола, столу, стол, столом, остоле мешавад. пас ҳамин поёнаҳое ки дар калимаи пояс мо дар ҳар кадом аз ин ҳолатҳои забони русӣ мебинем, дар аксари исмҳои ҷинсияти мардона ҳамин хел чӣ мешаванд? такрор мешаванд. масалан фарз кардем агар домро агар бигирем, масалан ки хона аст маънош, масалан дар ҳолати аввал ки именительный аст бигзорем мешавад дом, дар ҳолати родительный ки бигзорем мешавад дома, дар ҳолати дательный агар бигзорем мешавад дому, дар ҳолати винительный агар калимаи домро бигзорем мешавад дом, дар ҳолати творительный агар бигзорем мешавад домом ва дар ҳолати предложный агар бигзорем онро мешавад адоме. ҳамин поёнаҳо мутааллиқ ба ҳама исмҳои ҷинсияти мардона ҳастанд. хуб баъзе истисноҳо ҳаст ки баъд дар дарсҳои оянда ман бароятон боз тавзеҳ медиҳам. хуб шояд каме барои шумо мушкил бошад фаҳмидани ин, аммо ноумед нашавед. муҳим ин аст ки такрор кунед ва ҳатман муваффақ хоҳед шуд. то дарсҳои баъдӣ барои шумо муваффақият мехоҳам.